امروز در فاکولته فیلولوژی تاجیک و ژورنالیستیک دانشگاه دولتی کلاب به نام عبدالله رودکی درسی نمونوی اسیستنت کاتدرای ژورنالیستیکا گدای و فیروزه در موضوع مصاحبه همچون ژانر خبری و سایت اخباری عامه در گروه 205 اختصاصی روزنامه‌نگاری از فن ژانرهای اطلاعاتی برگزار گردید. در درس علیشیر عبدالمجید سرآموزگار اجرا کننده وظیفه مدیر کاتدرای ژورنالیستیکا، اسماعیلова فرزانه نامزد علم‌های فیلولوژی، ادینه‌وا مرحبا نامزد علم‌های فیلولوژی سرآموزگار و هیئت دانشجویان اشتراک داشتند. نخست درس را معلمه گدای و فیروزه آغاز نموده قید کردند که در ژورنالیستیکای امروزه ژانر مصاحبه سرای‌استعمال‌ترین ژانر به حساب می‌رود. هدف مصاحبه خبر دادن است. درباره واقعه نو خبر می تواند با فکت و رقم و یا واقعه دیدنی و شنیدنی افاده شود و خبر می تواند از زبان ژورنالیست صدا دهد یا از زبان کسی دیگر. مصاحبه همین نویگری آخرین را در نظر دارد. واقعه نوینی به عمل آمده را شرح می دهد و تحلیل می کند، اما این شرح دیدی شخصی است که پس اول دیده است، بعد موضوع پیدا می شود، سپس با فکت و رقم پر کرده می شود. بعدا دانشجویان یک نسبت به موضوع در بالا ذکر گردیده فکر و اندیشه های خود را بیان نمودند. همچنین آنها دایر به موضوع مصاحبه آراستند. در آخر درس با سوال و جواب و محاکمه استادان و دانشجویان به انجام رسید.